نمیصرف. محمد بودو در بیار. بودو در. واقعا در بیارم؟ بابا چیو بابا در بیار. چیو درو بیار. آقا سرشت شمایی؟ من میخوام بدم پیشنهاد سرشت. چیو حساب ندارم برو پیشنهاد جالبی نمیدم. مهدی امروز ازت کباب گرفتم یه جوری بود. چجوری بود؟ مثل همیشه نبود. بابا لامصب دوست دخترت هم یه هفته در ماه مثل همیشه اینجا دیگه کبابه. مهدی چی شده؟ بابا مشتری قرمه سبزی سفارش دادم میخوام کتاب آشپزی چجوری باید درست کنم؟ این مرحله اولش باید چیکار کنم؟ لوبیاها رو از دو شب قبل خیس کنی. الان باید دیگه اینو محمد پاشو سیخ کن عقبیم. حله فقط جلو بچه‌ها زشی؟ بابا چی میگی کجا رو سیخ کن؟ بله. سلام عزیزم جونم در خدمتم جا. فریم مراسم دارم آشپز میخوام. بله در خدمتتون هستم. مراسم چیه؟ عروسی داداش دیگه ان شاء الله. عروسی خودمه. بفرما خانم آشپز نداریم. واقعا؟ بله داریم. آقا زن منوتون رو میدین؟ خودمون. چند تا داریم مگه؟ منو معمولی داریم، منو آمیخته با احساسات. آمیخته با احساسات یعنی چی؟ یه نمور قیمت منوش تند و تیز سره موقع کارت کشیدن یک کوچولو احساساتتون آقا سلام جان من دیرو ازتون غذا گرفتم به معده‌ام نساخت، معده‌م یه کوچولو پنیک شد. پسر زنگ بزن ما چه میاد پلوممون کنه. آقا آشپز شمایی؟ آره چه؟ من چلو کباب گرفتم فقط برنج خالی بود. خب که داداش کباب نداشت فقط برنج بود. همون خیلی ندارم بخورم پسر خوب بودو بیرون. داش مهدی مخلصه. جا ماما اینجا غذاهاتون خوبه؟ نه بابا ما اینجا آشغال میدیم دست مردم. این کلید خدمت شما باشه بشین تو ماشین من لباسم عوض کنم بریم یه جا خوب غذا بخوریم. بله تو پشت تلفن نوکرت من آره من چطور تو گوساله رو به من نشون میدی؟ داداش پسر خوبی داداش چجوری؟ نه داداش من خودم بودم غلام ادب ورزشیدم نگو اونجوری. نظرت دستگاه اسپرسو اینجا همین کنج خلال اسپرسو بدیم دست مردم؟